سلام اعضای دل، اشاره که دوستای عزیز سلام کاکای. سلام. بخیر چی حال دارین؟ سلام علیکم. چی حال دارین؟ ما گزارش دارم ببخشید. معذرت میخوایم. چی خدمت؟ چای؟ والا بخیر باشید. سلام و درود به تمام اعضای دل، انشالله که همگی جور صحتمند باشین، لباس عافیت در تن داشته باشین. دوستا امروز آمدیم که باش که چی در دور ما میخوره، که چی کسایی نه ببینیم که به به باش که جواب در هیچ کس نیست. تو سیلالا سایب رسولان او بچه بیا اینجا فقط کوغ میبینیم خلاص. سلام. سلام. خوبی؟ خوب هستی؟ شما بخیر هستین؟ صحتتان خوب است؟ چی حال دارید؟ نام چیز از کدام ولایت؟ باش اجازه میده تو از ما پیش میگی لالا. نام چیز از کدام ولایت هستی؟ عبدالستار هستم از ولایت فرمان در قرون رسالی شیخ علی. بشک ستار جان، ما آمدیم همین تو دیدار، ما دید بازی همراه هموطن دارم، آمدیم که اینجا کوغ و برای نمیفهمم خودت وجود نداره. چرا؟ چی کار پشت چی رفته بودی؟ پشت یگان وسایل کباب رفته بودیم، پس آمدیم کوغ است. انشالله اینجا آغاز کار میشه، یک ساعت بعد شروع کار ماست. دیگه اینجا شروع میشه اینه که کوغ از آتش خال میشه، آوار میشه، به سیستم کباب شروع میشه، مشتری هم میاد. ستار بسیار اکتیو خوب زدی. نام خدا میته بگه سعی کن عین شاروخ خان رو رسی ماره. مگه میته رو بری سعی کنی جمعه خان رو رسی. تشکر. مسئول اینجا اوه برچی قندوز کباب است اینجا؟ برچی قندوز کباب است. مسئولش کی است عزیزم؟ مسئولش اکا نیامت است داخل رستوران. اکا نیامت. ازبکی خودتون بلد هستین؟ نه. هیچ دری بلد هستین؟ دری بلد هستین. کجا هستی اکا؟ داخل بریم؟ تشکر. خیلی من مصروف کارتان باشین، مزاحم نمیشین. بخیر باشین. عزیزا تعقیب کنین، میریم پیش اکا نیامت. خب از دل ستار لالای ما گفت برو بالا به نام مسئولش اکا نیامت است ببینیم. به سلام. خوبی؟ بخیری؟ بخیر. سلامتی؟ زنده باشید. شما چه کار هستین اینجا لالا؟ ما اینجا کارگر هتل هستیم، کار میکنیم اینجا. یک صدا خود که ما بفهمیم. صدا کنیم اینجا؟ کباب کرایی. این طرف کنیم. درسته. همین تا صدا که بریم کباب کرایی، جای فامیلی است، جای مردانه است. بریم بخیر. کباب است، برگر است، قابلی است، پلاو است، ماهیچه است، ملنگ است. جای فامیلی است، جای مردانه است. بریم. کباب تکه، شامی، کباب مرغ، هر نوع کباب است اینجا. برگر است، قابلی است، پلاو است، ماهیچه است، ملنگ است. بالله مهربانی، جای فامیلی است، جای اساس، فضای آزاد. خلاص شد؟ حالا ما خود نداریم یک نفر. چرا؟ یک نفر باید تو زاری کنی. نه یک نفر راضی که چی رقم راضی میگن ما خیر است. باش که نفر بالا شد. باش نه جان مهربانی، جای فامیلی امیر التماس ها چی رقم؟ جان مهربانی، جای اساس، فضای آزاد. کباب است، برگر است، قابلی است، پلاو است. امیر التماس که باز برو اینجا. جای فامیلی است، کباب است، برگر است، قابلی است، پلاو است، ماهیچه است، ملنگ است. جای فامیلی، جای اساس، فضای آزاد. بریم بخیر. لالا جان بخشش باشه. امیر مسا که چی رقم راضی میسازن، گپ در اون نیست. درسته نمی تیبت خیلی خوشم آمد. کباب دارن سایکل لالا جان، قندوز کباب در دنیا نام داره. میبونی صاحب یک داره خواهش نکنم. مرا یک صدی دیدی؟ مرا دیگه دیدی قطیر که موز که نشد. خود خیره. به سلام. چی حال داره؟ صحتان خوب است؟ بخیر باشین. مسئول شما هستین؟ مسئول بیادر هستن. می کامرامین اکی را میگید؟ کنیمت است. اکا به اصل نفر. سلام. چی حال دارین؟ صحتان خوب است؟ بخیر هستین؟ تشکر سید. ماشاءالله. نام خدا بهترین جای است. البته مکانش برچه سنتر است. همین تیر میشدم دیدیم که ما کارمندتان داره چی میکرد. خودش هم وجود نداشت. کوغ بداد. جالبی است که نامتون رو بگین، از کدام ولایت هستین؟ زنده باشین، سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. من نعمت الله هستم از ولایت فاریاب، ولسوالی اندخوی. اندخوی. دوستان عزیز، البته ولسوالی اندخوی خودتون خبر داره که چه قسم قابلی جور میکنه. من واقعا عاشق قابلی از اندخوی هستم. اینو واقعیت برات میگم. بهترین آشپزای
در نظر ما از خوی میارین در کابل، درست است؟ بله بله بله. یا نه از خود مردم کابل میگیرین آشپز؟ نه این منطقه که است، منطقه اول نفری که میای مشتری که میای پرسان میکنه این آشپزت از کجاست میگه. آفرین. همون میگم که آشپز اندخوی است. از اندخوی. ازبک است. باز میگه که بیار قابلی بیار ملنگ بیار. پیسهش پرسان نمیکنه اما آشپز پرسان میکنه که از کجا است. اول آفرین. اول چیز نمیگه پیسه میگه آشپز کی است. بله. چون نام داره. نام خدا یک ولسوالی هست که در ولایت شبرغان میشه یا نه؟ نه اگه اشتباه نکنم. ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب. خب بسیار عالی. در حساب فاریاب حساب میشه. بله بله. خب میریم اکا جان تشریف بده کجا اینجا مهمانایی که میبینیم حال فعلا خود پسانترک ما وقت از نظر ما. بله ساعت حالا ما بسیار وقت آمدیم. بازار ما ساعت 12 بجه شروع میشه. حالا وقت 12 و 15 دقیقه شروع میشه. اینجا منزل اول است. این منزل اول میشه. بله. ما واقعتش همیتو روان هستم به خاطر دید بازدید هموطنا. اینجا منزل اول است. اینجا چی است؟ نه منزل اول است. منزل اول است. منزل اول جای مردانه بوده. اینجا مردانه است. اینجا البته منزل دوم است، جای فامیلی است. بله. این خود در نظر ما آشپزخانه است. بسیار عالی. دیگه آواز نکردیم. درسته نه وقت است. آقا اسلام. امروز آوازم کو دیگه. دیگ واس کو. بوندم وقت یک شات بگیریم از واس کردن دیگ. به چه جای است. خیلی اکه عزیز نعمت الله ما وقت کنم قدوسای خدا اینجا میایم چون یک جای گوشه است. یک جای بسیار آرام است، فضا آرام است. واقعا جای عالی است. اینجا باز خانواده میان. فامیلی ها میان، مثلا یک فامیل 20 نفره، یک فامیل 10 نفره، 5 نفره میایه. مثلا یک دیگه خود مزاحمت نکنه، این می غرفه ها ما جور کردیم. بسیار یک جای فضای آرام و آسوده است. اینا البته ببخشین بوگم میشه با حساب یک خانواده که بسیار چیز زیاد دارن، نفر ان شاء الله زیاد دارن. بله. اینا بوگ میشن چه قسم است؟ مشکل نداره. فعلا بازار ما سودای جدی ما فعلا از ساعت 12 بجه شروع میشه تا 3 بجه. نام خدا. بعد از اون غرفه کلا پر نمیشه. مثلا یک چند تاش پر است، یک چند تاش خالی است. حاجت به بوک نیست دیگه فعلا نفر خود در جای است. جانو مشکلات های خالی و پر مگم قسمی که جای بسیار خوشم آمده. فضا بسیار امیتو جور کرده. خودتون جور کرده این یا در نظرم طرح هست کی بوده؟ قبلا بوده. این یک وقت هتل به نام ستاره طلایی بود. ستاره طلایی. ستاره طلایی بود. از اونا ما گرفتیم. امتیازش خریدیم ما. این جور کرده خریدیم. بله. امی بخشش باشه قندوز کباب که میگه امی مسئولش یک نفر است یا نه هر کس چیز است مختلف است. ما شنیدیم که چندین قندوز کباب در کابل است. من فکر میکنم اصلا صاحبش یک نفر بوده. حالا هر کس فعلا یک بیشتر از 200 قندوز کباب در شهر کابل وجود داره. 200 دانه. من فکر میکنم بیشتر از 200 شاید داشته باشه. بله. هر جای بری فعلا قندوز کباب است. نه نمیرم میگم. میدین این نمایندگی داره. فعلا از ما خود شخصی است. یک قندوز کباب برچی قندوز کباب یک داسته فعلا. این ما نمایندگی نداریم. ما هدف می بود از دیگه جداست. دیگه جداست. من خیال کردم اینجا 200 دانه. نه. اون 200 دانه مر کدام مثلا قندوز کباب یک نفر دیگه برچی قندوز کباب دیگه نفر جور کردن نمیتونه. مثلا دیبوری قندوز کباب، دیمزنگ قندوز کباب میتونه جور کنه. بله. اما برچی قندوز کباب نمیتونه. تشکر بسیار عالی. بسیار گوی شیرین برای ما زدی. دیگه نام خدا فضا مالی میریم یک دفعه ببینیم که آشپزخانه را یا جاهای یک منزل دیگه منزل است. خیلی بریم بالا. و بالا باز چی رقم زوام خانواده است یا نه مختلف است؟ فامیلی است. مهربانی سر. نه چه یک جای قشنگ منزل سی فامیلی است. با رستوران 5 ستاره غرب کابل خوش بود دیگه. سابقی بودن. بله. حالا جور کردیم که به نام برچی قندوز کباب. برچی قندوز کباب. خیلی نام خدا شهرت زیاد شده برچی قندوز کباب. تمام مردم هم ما یک کم زیاد فروخته میشه. بله. چیزی برای ما میمونه. خوش. اگر این برچی قندوز کباب 8 سیخ هست 100 افغانی میفروشیم. اگر کم بفروشیم برای ما چیزی نمیمونه.
امی 8 سیخ براتون چیزی نمیمونه یا میمونه؟ نه اگر زیاد نفروختیم چیزی نمیمونه. نمیمونه. به خاطر که زیاد مشتری زیاد داریم. بله. از اون چیزی میمونه. وزنش یک کمی کم است. نه باز وزنش اگر کم هم است باز شما یک کمی از برادرایی که ازبک است بسیار نام داره، بسیار نام خدا، نان خوب جور میکنه، بهترین آشپز ماهر است. من خو واقعتش برات میگم. حالا نمیگه اگر سمت مزار میره بهتر قابلی. خب اینی باز خانواده میاین اینجا. بله. اینجا یک جای بسیار عالی هست. بله. عزیزان میتونن که بیاین کیف کنن. زمستان هم است، آفتاب هم است، بهترین جای است. چه جایی است اینجا؟ بله. اگر جناب عزیز بگیره شاد چه یک جای است والا. دل آدم نمیشه بره. روبروی برچی سنتر هم است. بله روبروی برچی سیتی واک. بله سیتی واک. خب جناب اکا بهترین جای است. من واقعا خوشم اومده. باز ان شاء الله امروز دوستا باید اینجا مهمانتان شویم. تشکر. مهربانی. اینم در نظرم که یک فامیل یک خانواده که چی داشته باشه می اینجا میز. اینجا یک فرهنگ داشتن در منطقه برچی. مثلا یک چی میگه داماد میایه پشت به خاطر سودا خریدن داماد عروس پشت از یک 25 نفر 30 نفر میایه. باز اونا را لباس میخرن باز چاشت که میشن میان اینجا. بله. سر بیچاره سر داماد. دیگه ما قدمه. یعنی یک نفر 20 نفره بیاید غرفه جای نشون اینجا ما اونا را بسیار عالی است. بسیار عالی است. دوستا تمام دوستا میفهمن سمت غرب که کجا بیان واقعا یک آدم خوب مهربان است، بسیار یک آدم نیک است، اکا زحمت کشیده، کارمند و تمام جزئیاتشان خوب است. دیگه حاجت من نیست که من تعریف کنم. مهربانی صاحب کافه رستوران آبو خوی از قدیم است. چه یک جای است. یکی اکا خوشم آمده بسیار پاک است، تمیز است. تمام چیز همین نظافت خیلی مردم خودتون میفهمن که امروز مردم غرب بسیار چی شده نه آشنایت هم زیاد پیدا کردیم و مردمشون زیاد پاک و تمیزی رو خوش دارن. من خوشم اومده واقعا. که هیچ چیز ما نمیبینم بسیار اما تو جالب دیدنی. میریم داخل چیز بریم که آشپزخانه چه رقم سیستمش اگه میشه برای ما تشریح بدین مهربانی سه. اول خو واقعتش خیلی مهربان است. تشکر میکنم از تشریح تمام جزئیات. اینجا رو برای ما معرفی کنین که اینجا گوشت خونه ماست. گوشت اخته میکنه و سیخ میزنه. اخته اینجا میکنه؟ گوشت اخته میکنه و سیخ میزنه. سلام. خوب هستین؟ چی حال دارین؟ صحتتون خوب است؟ سلام. خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ نام خدا چقدر مجهز. باز می گوشت اینجا اخته میشه و کوفته هم اینجا جور میکنین. چه رقم است؟ اینجا فقط گوشت شو اخته میکنیم، سوپ سیخ میزنیم. یعنی بله دو نفر مسئول هستم اینجا آشپز گوشتخانه. یک سیخ میزنه یکیش توته میکنه. جور میکنه. اکا جان چند چیزی که ما دیدیم در اینجا مثلا کباب هست، قابلی هست، یگون چیز که از در کشور ایران اگر رفته باشه کوبیتک کباب میگن، مثلا قورمه کباب، از چیزا جور میکنین؟ جور میکنیم غیر قابلی. اما فعلا نه. فعلا نیست. فعلا زمستان است. چلاو کباب اگر شینده باشی خوب نیست. چلاو کباب عمومی است. اونا رو کلش میفهمیم پخته کردنش، اما فعلا نیست. فعلا چیزایی که ما موجود داریم کباب شامی است، کباب چوپان است، کباب تکه است، کباب مرغ است، کباب جوجه است و کباب جوجه است. بله مرغ سیجی است. خب زنده کباب چی میشه؟ سرخ میشه. درست است. بله. اکا جون ببخشید امی در تمام آسیا بره، در تمام کشورها بره مثل غذای وطن نمیشه افغانستان. چرا؟ دلیلش چی است؟ این خدایی یک قسم من نمیفهم اگر اونام آشپز داره اونام امی قسم زحمت میکشن. این مزیز چی سیستم است؟ نه رازش برای ما بگو. رازش نمی است که هر وطن خودش یک غذای مخصوص داره. فعلا افغانستان است کنین که فعلا کباب او سوانه یعنی قابلی غذای افغانستان است. بهترین قابلی که پخته میشه در صفات شمال و ما پخته میکنیم او را بخوریم که یک چیز جداگانه است. اما اینمی قابلی را ببرین در ایران اگه بخوره اونا خوش نمیکنن. اونا غذای خودشون خوش میکنن. بله چون اونا روغن استفاده نمیکنن. کره مسکه. تشکر در قابلی من دوستای عزیز. به کامرامن دلش او میشه که کاش که همه را سرخ کنه ولی سگ نزدیک کرده.
یعنی 8 سیخش یک خوراک میشه در نظر من. بخیر باشه. همین لال و سفیدش چی است؟ یکی میگه لال، یکی میگه سفید. من خودم نفهمیدم. سفید رقم است که لال و سفید از به نظر مردش یک چیز است. 8 سیخ بدون شامی. اگر همین شامی نباشه سفید میگه. نه شامی نباشه. شامی باشه کباب کم میگیم ما 2 سیخ شامی میمونه. اگر شامی را اوسو میکنیم بدون شامی سفید و لال میگیم. تشکر. جهان سپاس. میریم طرف آشپزخانه ببینیم که بسیار یک زبان شیرین داره. اکا مهربانی صاحب، اکا عزیز، بسیار یک زبان شیرین. ببینید که بر تمامتان تشریح میکنم. اینجا در نظرم سلام. خوبین؟ بخیر هستین؟ چقدر مجهز، چه یک آشپزای متو با ادب. من خوشم اومدن. اینجا اگر فکر کنم میشه که برای ما بگین که فعلا چی جور کردین؟ ما دیگه اول سلام به خودتون، دوم به بینندهایی که ما را تماشا میکنن میبینن. سیومش کی است؟ سیوم جناب کامرامین ما که بدر، چهارم جناب خلیفه ماست که اینا پیش روی حاضر است. خیلی آدمای خوب. سیوم شما که خوش آمدید به رستوران، خوش آمدید به رستوران برچی قندوز کباب که به اینجا تشریف آوردین. از تماشایتان بسیار خوش آمدین. خوش شدیم که ما شما را دیدیم. خوش آمدین. اینجا ما خود ما که هستیم باید یک آشپز هستیم که ما اینجا آشپزی میکنیم. قابلی میپزیم، قابلی ازبکی با روغن کنجد. بله. دیگه برنج هست دیگه میپزیم. دیگه سالندی ما لوبیا است. یکم روز شوربا جور میکنیم، بامی یکم روز جور میکنیم به خاطر این بچه‌ها برای گارسونالا. دیگه برای فعلا کل کار ما که هست همین قابلی و ازبکی دیگه. کدام وقت ببخشین که زیاد مهمان میاد، زیاد سرت برابر میشه، ایت کدام وقت اشتباه میشه از پیش که جای قابل یک چیز دیگه رو نه خیر نمیشه؟ نه. بسیار عالی. تشکر. یک جهان شما مهربانی صاحب قرمه خینی شد باشه. قابلی را عوض میکنم اگر باز کنی خب بسیار کلگی ببینم الان. بسم الله. یک بسم الله. یک کمک دقیق بنداز که مزه شما ببینم که دوستا یکی گفتن است یکی عمل کردن است. ما فرم سر دیگه بخیر اعلا کردیم. حالا میخواهید که همین برنج وسط جمع بسازیم. به با یک طرف میسازیم که برنج سفید و کشمیشش گرد نخوره. گپ از آشپز خودم میفهمید دیگه. شما دوستا قضیه و تعجب میکنید چی میگه. تشکر. به نام خدا. باز مولونگ هم از اینجا میشه. اکا جان مولونگ هم از اینجا میشه یا مولونگ جداگانه؟ نه همینجا همیشه مولونگ هم هست، مایشه هم هست. روغن کنجد هست. این روغن کنجد هم هست. بعضی که جای آمدیم لالا خوش کنید. آشپز جان چند میته که من تحقیقات باید بگم که بدون یا در پیسه نگم تحقیقات بگم که مزه داره یا نداره. برنج؟ آیا نه بگم برنج برای خودت دو میپرده تو برای خودت عزیزی که دوزد خیر او بیادر خود تو عزیز. به از جای دل تشکر اکا جان. قربان اخلاقتان. چی که ما اول یک ببخشین که مزهش ببینم. بسم الله. باور که بدون کنم رشوت ما ایره خوردیم حقیقت میگم مزه دارد. دوستای عزیز میتونین بین در برچی البته قندوز کباب به چی یک جایه این از قسمت شروع کردم. دسته خودم شوشتم پیشتر. تشکر مهربانی صاحب. تشکر آشپز عزیز. تشکر شما. مهربانی صاحب. قربانتون بفرمایید. اکا جان این جوانو که کدام پس نگیره. دوستای عزیز اکا جان براتون گفتم یک آدم مهربان، یک آدمی هست که واقعا برای ما بیان کرد، تشریح داد. اینجا ما تو شانسی آمدیم دیدیم که اکا جان مسئول برچی قندوز کباب است که این قندوز کباب از 200 دانه که رستوران است فکر کنم جدا هست. من فکر کنم میتونین بیاین اینجا نوش جان کنین.
ما اگر کدام گفتنی داشته باشین با عزیزای دل پیام اگر داشته باشین. پیام اینمی است که بیاین غذای ما رو امتحان بکنن و روغن ما کنجد است. روغن هم ببخش کنجد. بله روغن کنجد، گوشت گوساله خرد. گوساله خرد میگیرین از چی؟ بله. بسیار گوشت ما از ولسوالی اندخوی میآید، بهترین گوشت ها داره اونجا خب بیخی خوب است. کباب ما از گوشت گوساله و گوسفند و مرغ است. بیاین از غذای ما استفاده بکنیم، هم ارزان هم با کیفیت. به به. دیگه چی بگم برایتان، جای شما دوستا خالی. اگر این دور برسین یک بار فردا بیاین نوش جان کنین، چه جایی هست. تشکر میکنیم یک جهان شما اکا جان بخیر باشین. تشکر مهربانی صاحب. خب دوستای عزیز، برنامه ما با پایان رسید. رستوران برای تشریح دادم، بازم که یک مهمان براتون پیدا کنم. خدا نگهدار شما.